استاذای محترم زرگوار، ما اولین معنای حمد گفته بودیم که به معنای تعریف و ستایش است. ما و شما در مورد تعریف و ستایش الله رب العالمین به معنای واقعی امو وقت می رسیم که در مخلوقات الله رب العالمین فکر بکنیم. یعنی مخلوقات است که ما و شما از او اطلاع نداریم، یعنی با امو پیشرفت و با امی تکنولوژی که ما داریم در عالم طب، در عالم نباتات، در بسیاری مخلوقات هنوز و کشف نشده و موجود هست. به همه اینها الله رب العالمین رزق و روزی میدهد، نگهبانی میکنن، خبرگیری داره، تدبیر میکنن، انتظام امور را میکنن. و به هر اندازه‌ای که ما علوم طبیعی را، ساینس را بیشتر مطالعه کنیم، به امو اندازه حمد و ستایش واقعی، به معنی واقعی چی میشه.